ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ابو عبدالله رودکی. ابو عبدالله رودکی قافله سالار ادبیات تاجیک و فارس. خدمت تاریخی استاد رودکی باز در آن است که قدر سخن را به عرش اعلا رسانیده، مستقلیت ادبیات را فراهم آورد و ادبیات ما را به جهانیان معرفی کرد. شعر رودکی با مضمون و محتوای عالی و ارزش‌های بشردوستانه خود اهل بشر را به صلح و رفاقت، دوستی و عدالت، روزگاری با سعادت، آزاداندیشی و همگرایی دعوت ساخته همچون رمزی وحدت فرهنگی به مردم عالم تا کنون خدمت می‌رساند. شعر رودکی در تاریخ مردم کهن‌بنیادی ما به مانند گلبن همیشه بهار است که با نکهت عطربارش زندگی ما را دائم معطر و زیبا می‌سازد. شعر رودکی پیوندگر نسل‌های گذشته، امروزه و آینده ملت تاجیک بوده با ارزش‌های بزرگ اخلاقی و فلسفی، علمی و فرهنگی و تاریخی آینه با صفای زندگی هر کدام ما و شما می باشد. ما وارثان تمدن کهن‌بنیاد و فرهنگ سالار تاجیکان امروز با افتخار گفته می توانیم که شعر جاویدانه رودکی عامل هستی و بقای زبان تاجیکی بوده. سهم آن در بلند برداشتن سطح خودآگاهی و خودشناسی، وطنداری و وطنپرستی، تحکیم وحدت و یگانگی ملی و گسترش فرهنگ و تمدن ما بی‌نهایت برجسته است. باید گفت که شهرت رودکی در دوام عصرها همچون بنیادگذار شعر نو تاجیکی و فارسی از طرف شاعران و تذکره نویسان همیشه ذکر و تصدیق گردیده است. رودکی شناسی در علم شرق شناسی روسیه و مملکت‌های غرب نیز موقع کلان داشت و ما از خدمت‌های دانشمندان آلمان، فرانسه، انگلستان و کشورهای دیگر منت داریم. از سالهای 20 عصر گذشته، یعنی از آغاز تأسیس یابی جمهوری تاجیکستان، رودکی همچون پرچم هویت ملی تاجیکان شناخته شد. استاد صدرالدین عینی و اکادمیک باباجان غفورов برای همچون شاعر ملی تاجیکان شهرت یافتن رودکی خدمت‌های بزرگی کردند. سال 1958 جشن 1100 سالگی رودکی همچون جشن ملی شعر و ادب ما تجلیل گردید و تجلیل جشن 1150 سالگی او ادامه همان عنعنه‌های نیک ملی ما بود. ادبیات، نظم انسان دوستی و سیماهای بزرگ شعر مثل رودکی و فردوسی، سعدی و حافظ، جلال‌الدین بلخی و کمال خواجندی و بسیار دیگران همیشه وصلگر دلها، پیوندگر خلق و ملت‌های گوناگون بودند و چنین باقی می‌مانند. دلیل روشن این سخن‌ها جشن رودکی بزرگ است که برادران همزبان و همفرهنگمان را از ایران و افغانستان و از بسیار کشورهای شرق و غرب در وطن رودکی جمع آورد. در آسمان بلند نظم، شعر تابناک استاد رودکی همیشه فروزان خواهد ماند. خلق تاجیک چون نشان سپاس و احترام ناحیه چندین مؤسسه‌های علمی و تعلیمی و فرهنگی، خیابان مرکزی پایتخت تاجیکستان و چهارباغ بزرگ را به نام فرزند بزرگ خویش رودکی گذاشته. در زادگاه شاعر دهه 5 رود مقبره‌اش را آباد ساخت و مجسمه‌های با حشمت او را در شهرهای دوشنبه، خوجند، پنجکین، استروشن، کولاب، قرآن‌تپه و ناحیه‌های فیض‌آباد و رودکی بنیاد کرد. مکافات دولتی تاجیکستان در ساحه ادبیات و صنعت نیز نام رودکی را دارد. با قرار مجلس عالی و حکومت جمهوری تاجیکستان هر سال در ماه سپتامبر روز رودکی جشن گرفته می شود. این همه تجسم احترام بزرگ و محبت بی‌پایان خلق ما به صاحبقران شاعران استاد رودکی است. بگذار در هر اقدام خیر ما روح رودکی بزرگوار یار و مددگارمان باشد. بگذار کاخ شعر پیافکنده رودکی تا ابد بی‌گزند باشد. بگذار شعر جاویدانه رودکی همچون سرحلقه زرین نظم عالمگیر تاجیک و فارس راهنمای زندگی
با سعادت مردم ما گردد. در اینجا قسمت بخش چهره‌های ماندگار دایر به روزگار و آثار صاحب قران شاعری استاد رودکی به پایان رسید.